درود رفقا، با آموزش کامل و جامع ایدراپ پیکسل تب خدمت شما تو عزیزان هستم. سعی میکنم با ساده ترین زبان و راحت ترین روش کل آموزش، نحوه برداشت، نحوه استفاده، ارتقای پیکسل و همه اینا رو داخل یه ویدیو بهتون آموزش بدم. دوستان برای اینکه بتونین اول اصلا وارد ایدراپ پیکسل بشین و حالا برداشتتون رو بزنین، اینا دو تا کیف پول لازمه. تون کیپر رو که همه تون دیگه کاملا فول اینو چندین بار توی کانالامون آموزشش رو بهتون دادیم. یه دونه کیف پول دیگه هست OKX که یه دونه صرافی داره، اصلا جدای ما تحریمیم، ولی تو کیف پولش اصلا نیاز به احراز هویت نیست و هیچ کار خاصی نمیخواد بکنین. و اول نصبش کنین توی گوگل پلی، توی گوگل، توی بازار، هر جا سرچ کنین این اسمو میاره. آیکونش هم دقت کنین، روش کلید میکنین، وارد کیف پول میشین. خب ببینیم بچه ها، اون بالا یه دونه صرافی داره، یه دونه ولت داره که اتوماتوار روی صرافیه. ما از اون بالا کلید میکنیم روی ولت و یه همچین چیزی میاد. گزینه گرید ولت رو بزنین، میتونین اکانت جدید ایجاد کنین. اگه گزینه پایینش رو بزنین، میخواین مثلا میگین که من یه دونه ولت داشتم و میخوام اونو بالا بیارم. حالا اونایی که حرفه‌ای ان میدونن داستان چیه، ولی خب شمایی که تازه میخواین شروع کنین روی گرید ولت میزنین، دوباره کلید میکنین روش، اجازه دسترسی بهش میدین، اثر انگشتتون رو وارد میکنین. اکانتتون براتون ایجاد شده، ولی این مانند بقیه ایدراپ ها نیست رفقا که شما بتونین خودش بیاد بکاپ بگیره و اینا. باید خودتون بکاپ دستی بگیرید. چجوری؟ روی این گزینه پایین تو گوگل درایو نوشته بکاپ، روی اون کلید میکنین، نکس رو میزنین، اون بالا گذر رو میزنین، اثر انگشتتون وارد میکنین، یه سری رمز براتون میاره که روی اون چشمی که روش خط کشیده کلید کنین، میتونین 24 یا 12 تا کلمه بهتون میده. 12 تا کلمه رو ببینین و کاملا عکس بگیرین ازش، یه جا یادداشتش کنین که خیلی مهمه. بعد که دیدین روی گزینه پایین زدین، براتون یه صفحه میاد که 3 تا عدد بهتون میگه. مثلا میگه خونه شماره 3 کدوم یکی از این کلمات بوده. کلمات درست رو انتخاب میکنین و نکس رو میزنین. چون موضوع امنیتیه من ویدیو رو کات میکنم، ادامه ویدیو رو براتون میگیرم. خب رفقا، وقتی بکاپتون تموم شد و اون 3 تا کلمه رو درست انتخاب کردین از بین عددهایی که بهتون میگه، وارد همچین صفحه میشین و اینجا ولتتون کاملا ایجاد شده. اگر هم اکانت های دیگه دارین، روی این اکانت 01 که زده بزنین، میتونین یه دونه اکانت جدید ایجاد کنین تو این ولت. حالا که ما نمیخوایم، این از ولت که برای ایدراپ پیکسل لازم. وارد پیکسل میشیم. حالا تون کیپری که دیگه توضیح نمیدم، همتون کاملا مسلط. وارد ایدراپ میشین. دوستان سکه هایی که جمع میکنین هیچ اهمیتی اینجا نداره. تو بخش اینوایت که دوستاتون رو دعوت میکنین، تو این بخش فایت باید پت بخرین یا همون کرکتر یا حالا غول، حالا هر چی که اسمشون رو شما میذارید و اینا رو لول آپ بکنین. یعنی الان مثلا واسه من این دوتای اول 39 هن، اینا 22 هن، لول آپشون میکنم و ارتقاشون میدم. تو این بازی اونجور که خودشون گفتن به سکه اهمیت نمیدن و اینجا میتونین شما روی رندوم کلید کنین، مبارزه کنین و رو مبارزه هایی که میکنین بهتون جایزه میده. یه قسمت تاپ داره که اینجا لیدر بوردش نشون میده، یه قسمت چالش ها داره که تو تکساش وقتی میاین، اگه مثلا بهتون میگه یوتیوبش، روش کلید میکنین. الان مثلا این توییترش رو میگه، روش کلید میکنم، استارت رو میزنم، یه صفحه برام بالا میاد. اینجا
توییتر رو اینامو باید انجام بدم. اینجا گزینه فالوشو میزنم، مثلا تو توییتر فالوش کردم، ازش اسکرین شات میگیرم، میام عقب و تو این قسمت فایل روی این به اضافه که بزنین، اسکرین شاتی که فالو کردین پیجشو براش میفرستین و بعد 24 ساعت تایید میکنه که آره مثلا شما منو فالو کردین. این از بخش این. رو بخش اول که میتونین یه مقدار سکه بدین و اینا رو بگیرین که تو مبارزه به دردتون میخوره. اینجام که کمبوش هر روز براتون میذارم. اینجام روزانه یه مقدار بهتون سکه میده که میتونین دریافتش کنین. قسمت مهمش اینه که شما بتونید اینجا که لول 9 نوشته رو ارتقا بدین، میزنین روش همچین صفحه میاد، حالا هر لولی که هستین. مثلا اونجا نوشته 5 میلیون باید سکه داشته باشی، 50 تا مبارزه رو برنده شده باشی، 4 تا پت خریده باشی یا همون کرکتری که اونجا بهتون گفتم. اون کرکتراتون رو حداقل تا لول 20 برده باشی و پروفایلی هم که دارین رو تا لول 5 ارتقا داده باشین. نکته مهمش اینه که پروفایلتون رو چجوری ارتقا بدین. روی این قسمت پروفایل یا عکسی که هست کلیک میکنین. خب دوستان اینجا یه دونه صفحه میاد که شما روی این مداد بزنین، اسمتون، زن یا مردتون، سنتون و کشورتون و یه مقدار مثلا اونایی که دوست دارین و از چند تا لیست میتونین انتخاب کنین، روی سیو میزنین و پروفایلتون سیو میشه. بعد میخوایم ولت وصل کنین. ما قبلا آموزش دادیم ولت تونکیپر رو چجوری وصل کنین، تو این بخش باید وصل کنین. یا اینکه اگه آدرس میخوایم بدین، آدرس صرافی یا آدرس تراس ولت، آدرس اوکی ایکسی که الان بهتون آموزش دادم و اتریومش رو برمیدارین، تتر بر بستر اتریومش رو برمیدارین و اینجا میزنین. الان مثلا من میزنم گرید نیو ولت، میاره برام اوکی ایکس رو داره، اوکی ایکس ولتش رو داره، تراس ولتش رو داره و حالا گزینه‌های دیگه. میتونین اینجا ثبت کنین. رو قسمت دوباره پروفایل خودتون میزنین، یه گزینه داشبورد اینجا نوشته. این نکته خیلی مهمه و حتما باید رعایتش کنین. روی گزینه داشبورد کلیک میکنین رفقا. خب دوستان اینجا که ادمان نوشته، حالا روش کلیک میکنین. اینجا من ولت تونم رو وصل کردم، همه تونم یاد بلدین و هزاران ایدراپ های مختلف رو بهتون یاد دادم. حالا دیسکانکتش میکنم و دوباره ولت تونم رو بهش وصل میکنم، روی کانکشن میزنم تونکیپر، دوباره تونکیپر هم انتخاب میکنم، وای میستم اجازه بیاد، کانکشن ولت رو میزنم، رمزی ها اثر انگشت، گزینه دان رو میزنم. خب اینجا میبینین که ولت تون یا همون تون کیپر هم بهش وصل شده. حالا ولت دیگه ایمون رو میخوایم وصل کنیم، رو کانکشن ولت میزنیم. این کارا رو حتما باید انجام بدیم. متامکس داره با اوکی ایکس که من اوکی ایکس رو بهتون پیشنهاد میکنم، روش کلیک میکنین، گزینه آخر براتون یه همچین صفحه میاد، تاییدش رو انجام میدین، اوکی رو میزنین، بالا دان رو میزنین، گو تو ریجستر رو میزنین. اینجا ازتون یه دونه ایمیل میخواد، ایمیل خودتون رو وارد میکنین. میگه که براتون یه دونه کد فرستادیم، شما باید برین اون کدی که داخل ایمیلاتون براتون فرستاده شده رو بیاین اینجا پس کنین. من ویدیو رو کات میکنم، کد رو میذارم و ادامه ویدیو رو براتون میگیرم. خب بعد اینکه رمز ایمیل که براتون اومده بود و اینجا وارد میکنین، دوباره روی اون اسمتون کلیک میکنین. اینجا نوشته
تو اون والت که کانکشنه، اینجا نوشته والت خود اصلی که الان وصل کردیم، روش کلیک میکنین، روی این علامت کپی میزنین، والتتون اینجا آدرس والتتون کپی میشه. میام پایین روی این ادیت پروفایل کلیک میکنین، روی یوزرنیم اسمتون، روی بیوتون هر چی که دوست دارین رو وارد میکنین. اینجا بهتون میگه که تلگرامتون رو کانکت کنین، دیسکوردتون رو کانکت کنین، توییترتون رو کانکت کنین و اینکه یه دونه ایمیلتون رو تایید کنین که ما ایمیلمون رو تایید کردیم. وارد ایدراپتون میشین. همه این کارا رو حتما باید انجام بدین. وارد ایدراپتون که شدین، تو این بخش کلایم رو میزنین، تو این بخش کلایم دوباره اینجا ازتون میگه که حتما آدرسی که بهش وصل کردین رو بذارین. آدرستون از متامسک باشه، از اوکی ایکس باشه که ما الان آموزشش رو بهتون دادیم. اینجا آدرسی که اونجا کپی کردیم و اینجا پس میکنیم، روی تیک میزنیم، کلایم رو میزنیم و اینجا میبینین که میگه براتون واریز شده. اینم آدرستون رو میتونین از اینجا کپی کنین. گو تو استیک رو کلیک میکنین، وارد داشبوردتون میشین رفقا. یه همچین صفحه دوباره میاد، روی کانکشن همون اوکی ایکس کلیک میکنین. خب رفقا وقتی وارد همچین صفحه شدین، تو بخش استیک خودشه، خود داشبوردشه. خب 230 تای من کاملا برداشت شده و اتوماتوار استیک شده واسه چند روز و این حالا خبرهای قطعی نیومده جریان چی و چطوری شده. ولی از این بخش که نوشته استیک یه گزینه روشنه، روش کلیک میکنین که همچین صفحه‌ای براتون میاد که اگه آن استیک اون قرمزه رو بزنین از استیک خارج میشه و ولتتون اضاف میشه. ولی دقت کنین از 260 تایی که من دارم 1.8 پیکسل برام واریز میشه، یعنی 10%. حالا چجوری حساب کردن 1%، 10% نمیدونم، اینقدر براتون واریز میشه و بقیه توکنایی که یا امتیازایی که جمع کردین میسوزه. پس به هیچ عنوان این کار رو انجام نمیدین، بمونین استیک باشه یا همون سرمایه گذاری باشه. حالا یه درصدی بهتون سودم میده. خبرهای قطعیش بیاد چجوری برداشت بزنیم که توکنامون کم نشه و هر اتفاق دیگه بیفته به زودی آموزشش و ویدیو میگیرم و براتون میذارم. بس فعلا هیچ حرکتی انجام ندین تا ببینیم داستان از چه قراره و قراره چه اتفاقی بیفته. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار، جیبتون همیشه پرپول و پرسود باشین.